آهای اهالی فینیتو، اینقدر در فضای مجازی چرخ همی نزنندی، به حرفهای دشمنان کت خدا گوش نکنندی. بیایید امروز من میخواهم سینمای فینیتو را افتتاح کنم. بیایید فیلم های کت خدا پسند ببینید. اهالی فینیتو، آب ندارید؟ برق ندارید؟ نان ندارید؟ اشکالی نداره، بخندید. هندونه رو آب بخندی. هندوانه، بله هندوانه. اگر آب ندارید هندوانه بخورید. اصلا اسم فیلم ما هم هندوانه است. اگر سفرهاتون خالیه الکی یقه کت خدا رو نگیرید. رژیم غذایتون رو عوض کنندی، درست مثل من که رژیم گرفته هم میباشندی. خورد بخورم به او شکمت. بگو ببینم چقدر گرفتی که بیایی این اراجیف رو همی ببافی. آهای اهالی فینیتو، آخر چرا با هنرمندان کت خدا پسند این گونه رفتار میکنیدندی؟ زدید سینمای فینیتو را آشولاش کردندی. حالا مجبورم برایتان تئاتر بازی کنم. آهای اهالی فینیتو، پول ندارید؟ اشکال ندارد، لباسهایتان را وصله بزنندی. وصله رو به اون هیکل قناس کت خدا بزن. خودت سال 12 ما تو فرنگ آباد داری میچرخی، به ما که رسید وصله به لباسامون همی بزنیمندی. آهای اهالی فینیتو، نه سینما برایمان گذاشتید نه تئاتر. پس مجبورم برگردم به همان روزخانی خودم. جسم ناقصی دارم، جان ناقابلی دارم. کت خدا کم آورده، سلبرکی آورده. کت خدا هم خودش فهمیده دیگه باید کازه کوزه رو همی جمع کنندی و هری.